لباکوری کردستان آمده پارتیا پوکه و پارتیا سوسیالیستا کردستان پسکه و حق پاره لسر چاره سرکرنا پرسا کرد کنفرانسک ساز کرن هجمارک جه سیاست مدار و کسایتی بشتاری کنفرانسی بون لی چاره نویسا کردین روژاوای کردستان مجارا سرکه یا وی کنفرانسی بو پیامنیر رو داوی ماشالله دا کاک زانیارین زیده تردده لباجار آمده به پیشنگی پارتیا ولایتپارێزên Kurdistanê PWK، پارتیا سوسیالیست کردستان PSK و پارتیا ماف آزادیان حق پاره لسر ریین چارەسەرکردنا پرسا کورد کنفرانسek هاتل درخستن. سروک هر سه پارتیان و نزدیک 200 کسایت جی دوی کنفرانسه ده آماده بون. پیشوچونن لسوریه و روش روژاوای کردستان مراخوه لکنفرانس ده. نقاشن ده کنفرانس ده وکی انجامنامه جرای گشتیره هاته اشکره کرن. جی بجی کرنا پیمان ده هوکه و هولیره یا دربار روژاوا ده وکی داخوازه هفپار درکته پیش. جبو نرخاندنا فرسندن دیروکی ین روژاوای کردستان درکتی هولی و لگوری شردن ایرو نوجن کرنا مطابقات دهو که دوی به دمل دسته همو پارتین کردان این روژاوای کردستان بجون. دوی همو آلین کردان ین روژاوای کردستان لسر برنامه که نتوایی اتفاق خود پیک بینن و ده آوا کرنا دولتا نوده به تمثیلیت و هلوسته که هفبش ببن مخاطب. به وی آوایی ده کرد هم لشامه هم جی لهمبری دولت پیوندیدار ده به هستر بن. کسایت این که تبلی کنفرانس بون خواستن کرد یک دنگ بن و ستاتوی الروژاوا ده ماکزاگون نویا سوریه ده بدن نویساندن. سرک مسعود برزانی، رزدار نچروان برزانی، آلی کاریا حوالین پارتین می روژاوایی بکن، آلی کاریا به فرصت دیروکی بکن که ملت کرد 3 ساله جاری اف فرصت اقدر که و پیشمج به فرصت سود بگیره و محفوظ آزادی خود دستخیم. بگرانی او بو کردن روژاوا همیش بون داخوازی خوی نتوی به هفرت بگرن و به هفرت جگوات به هفرت بگرن بکار به هفرت ببین مخاطب دولت سوریه نوجی دستلاتاریا سوریه نوجی بگرانی جی خود من خواست که ام ببین زختک لسروان که کار بین یکیتی خوشی آوا بکن و مخاطبیت کی مشروع آوا بکن. گلک سر کرد الحب بین کرد ویدری او گروه بچوجی همو ببینه بنا برچاف هب بین سر مثلا نتوی گوی خو بنا باشورا کردستان. پشتی کو شام کت و رژیم بعاستک چو چارانوسا ستاتی الروژاوای کردستان بو یک روژاوین سرکه یه نافخایی و نافنتوی. دست همو کردن باکور لسر دلیوان و چاویوان لپیشوچونن روژاوای کردستان جبر کو هر شکستنک آنجی سرکفتنک لروژاوا ده باندوره لسر چارانوسا پرچه اندن این ولات جبکه ماشالله دکاک رودا آمد